درود دوستان، سطح مبتدی چقدر تمرین کنه، نیمه حرفه‌ای چقدر تمرین کنه و حرفه‌ای چقدر تمرین کنه. نفر اول مبتدی. بدنساز مبتدی در 1 الی 3 ماه اول به نظرم 3 الی 4 روز در هفته تمرین خیلی خوبه براش، یعنی واقعا عالیه. هم میتونه عضلاتش رو تقویت بکنه که بتونه واسه مرحله بعدی آماده تر بشه و همین که اون فشار اصلی رو آورده در روزهای هفته، یعنی اگر مثلا روی 1 روز در میون هم که رفته باشه عضله‌اش خوب تونسته خودش رو ریکاوری کنه. بدنسازی نیمه حرفه‌ای. بدنسازی نیمه حرفه‌ای 4 الی 5 روز هفته. بازم میگم بستگی به اون برنامه‌ریزی‌های مربیتون داره، به اون بدنتون داره، ژنتیکتون داره، نحوه غذا خوردنتون، کالری سوزوندنتون، همه اینا مهمه، همه اینا فاکتوره که یک مربی بیاد اینا رو